روز 16 دکامبر تخمینا ساعت 18:20 بعد گم شدن دو اسب یک ساکن دیهه اقصای ساکنان این دهه ناحیه بادکند قرقیزستان راه وارخ اسفره را بستند. در این باره به خبرگزاری آزیا پلوس یک منبع از مقامات انتظامی اسفره خبر داده است. به گفته این منبع وضع در مرز تاجیکستان با قرقیزستان در عموم آرام است ولی راه بسته باقی میماند. او افزود که مقامات قدرتی مستقر در وارخ در جای حادثه قرار دارند. یک ساکن وارخ نیز در جای حادثه قرار داشتن مرزبانان تاجیک و قرقیز را تصدیق کرده است ولی گفته است که بعد این حادثه نیروی برق را قطع کردند. تا امروز از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تنها 519 کیلومترش پورا تعیین و علامت گذاری شده است. در قطعه باسی این مرز هر سر چند وقت بین اهالی دهه‌های نزد مرزی مناقشه و از جمله با استفاده از سلاح روی میدهند.